مرد به نزد امام حسن بصری رحمت الله علیه آمد و پرسید سر زهد و تقواداری تو در دنیا چیست؟ فرمود 4 چیز است. یکم، یقین دانستم که رزق مرا غیر از من هرگز کسی دیگری نمیگیرد، پس قلبم آرام شد و یقین دانستم که من در این دنیا هرگز به رزق نمیمانم. دوم، یقین دانستم که عملهای مرا کسی دیگری غیر از من هرگز انجام نمیدهد، پس خودم به انجام عملهایم مشغول شدم، یعنی به امید دیگران نشدم که بعد از مرگم برای من دعا و خیرات کنند. سوم، یقین دانستم که الله متعال همیشه از حال من خبردار است و مرا در همه حال می بیند، پس شرم داشتم که الله شنوا و بینا مرا در حال معصیت و گناه ببیند. چهارم، یقین دانستم که مرگ در انتظار من است، پس برای واخوری با پروردگارم توشه قیامت را از عملهای نیک و صالح آماده ساختم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.